زهرا سیف‌الله‌ی‌وا با 6 فرزندش در این واگن سرد و آهنین زندگی میکرد. 2.5 سال شد بیامدم در کوچه. قدیم 6 تا فرزند. شوهر او 10 مرده بود و 2.5 سال پیش غیب زد. زهرا و فرزندان را سرگردان کرد. مقامات درخواست مادر را درباره جو کردن فرزندانش در اینترنت رد کردند. مادر هستی ما قبول کردن نمیتونیم. خیلی من مادرم. یک خود مثال شینم یارا نگاه کنم کار نکنم ای کجا میخرم مثال یارا مونم را نشوه. زهرا به رادیوی آزادی مراجعت کرد. او میگوید تصور نمیکرد که نشر یک مطلب در رسانه میتواند آرزوی چندین ساله‌اش را عملی کند. بعد یک روز گزارش رادیو آزادی سحر شده اومدن آدم این سحر تو بگو هر آدمی سویب کن همه جو مثال خارجی یک کشور همش مثال اومدن خیلی تو بگه همه خانه در بدر اومدیم در مثال شما در رحمت افا جان میشه هزار رحمت کن. بعد نشر مطلب تلفن‌های آزادی به ایست زنگ میزد و تپه ارتبیز در حصار هم پر از آدم و ماشین شد. در چند ساعت مردم خیرخواه 15,500 دلار جمع کرده برای او در مرکز حصار خانه 2 حجره‌ای خریدند. زهرا سیف‌الله‌ی‌وا با 6 فرزند و اشک شادی روز 18 اکتبر وارد خانه نو شد. با گذشت 2 ماه از نشر گزارش زهرا و فرزندان تأثیر آن را هنوز هم احساس می‌کنند و خانه‌شان پر مهمان است. توزیر آمده رفته او هفته بده روزا یا شنبه بود یا یک شنبه بود مایده چایده گرفتن آمده وزیر شکرانه اما همه چی هسته زیوه خلق. سال 2018 در برابر این مادر و فرزندان او برای چندین خانواده دیگر مطلب‌های آزادی سرنوشت ساز شد. امسال زیورنیسا ساکنی دهه کلتشور ختلان در پی نشر مطلبی درباره‌اش به تنتنه عدالت باور حاصل کرد. خانه او را همسایه‌اش ویران کرد. با اشیا و جهاز شکسته و کودکان حیران او در کوچه ماند و به نشان اعتراض خواست خودکشی کند. طبیبان او را از مرگ نجات دادند. ای سوخته دل ما آمدم خوردم و نبیبینم نبسوزم گفتم علاج نداشتم راه نداشتم دیگه کجا رفتن من نمیدانم تمامی چیز من میبینم میسوزم. نمایشی صحنه گریه پرالم زیورنیسا هم روی دیوار خانه ولنگار شده‌اش دل بسیاری ها را ریش کرد و مقامات وعده داد که قطعه زمین را به او برمیگرداند. در واخوری دومی خبرنگاری آزادی با زیورنیسا شادی این زن کنار نداشت. این بخش قربان تپه همش طرف بونه که حاضر 100 بار شکرانه میکنم ای کارمندان شما مینداری ای رادیوی آزادی که دستگیریم کرده است. برقراری عدالت در مثال سرنوشتی زیورنیسا 10 نفر زن دیگر را که با یک قرار دادگاه باید بدون یگان جبران پولی از خانه‌های خود بیرون می‌شدند با امید به دفتری آزادی آورد. دادگاه شهری دوشنبه خانه این ساکنان محله موسوم به ورزابگس واقع در ناحیه اسماعیل سامانی را غیر قانونی اعلام کرد. ساکنان در فصل سرما باید خانه‌های خود را ترک می‌کردند. آخه 21 نفر خیلی برو میگه کجای میره راه میگه کجا رو بیمو دقیق خنکی نم روزه در روی دنیا نخواه حکومت هم خیلی باشه حکومت باشه که صاحب شوه. بعد یک هفته شکایتی دست جمعی ساکنان توسط مطلب در آزادی مقامات به ترتیب دادن فهرستی ساکنان پرداخت و تصمیم گرفت به آنها جبران پولی خانه‌هایشان را بدهد. صحبت مریم 9 ساله را از عراق بسیاری ها در یاد دارند که میخواست به نزد پیوندانش به تاجیکستان برگردد. قریب 6 ماه شد. با اینا دینبورا اینا نو برووردن همینا ما با چی کردیم که همین حرکت کنیم اینا بیرون اونا برگردونیم به تاجیکستان. این زاده تاجیکستان است. با پیگیری و انعکاس این موضوع آزادی هم در برگردانیدن مریم سهم داشت. مریم امروز در محیط آرام به سر میبرد و اکنون مکتب میخواند. پرسیدن زبان قطعی حسابه بعد همجا عمل که پرسیدن من نغزم سوادم مرا صنف 3 قبول کردن. درس زبان مادرم من دوست میدارم با قطعی درس اولسی را.
мавзун ғафурзода сокини 24 солаи шаҳри душанбе соли гузашта коллеҷи санъати ба номи аҳмад бобоқуловро хатм карда орзуи идомаи таҳсил дар факултаи овозхонии консерваторияи миллиро дошт. ولی رهبریت این مؤسسه تعلیمی او را با بهانه نبود متخصص به امتحان‌های داخلشوی اجازه ورود نداد. با یک کوشش‌های خیلی زیاد داخل شدیم. در اینجا حاضرش به یگان مشکلی نیست. همکورس‌ها بهترین هستند و من همه وقت کمک خود را می‌رسانم. مسئولین کنسرواتوریای ملی تاجیکستان بعد از شکایت موزون از طریق رادیوی آزادی با تأسیس کمیسیه این جوان نابینا را به شعبه آوازخوانی قبول کردند. سال 2018 در خاطره بسیار برای یک عمر نقش خواهد بست. رادیوی آزادی وضع آنها را بیان کرده یکی را به آرزوی دیرین رساند و در دل دیگری امید را بیدار کرد.